دوستان حالتون چطوره؟ خیلی خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی من داخل چنل یوتیوبم و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من آیدین هستم و این اولین ویدیوی چنل منه. دوستانم بگم که این واقعا من دیگه یه یوتیوبر تازه کارم دیگه، واقعا اینم بگم که واقعا یه یوتیوبر تازه کارم و اینم دیگه اتاقم اون فضای اتاقیه که قرار واسهتون باهاش ویدیو بگیرم و کلی کارا میکنیم دوستان. حالا من میخوام سریع برم سراغ اصل مطلب که چه گیم پلیایی چه کارهایی قراره اینجا بکنیم. اول از همه بگم که ما گیم پلی حتما میریم، یعنی بازی بیشتر فعالیت ما داخل بازی هست که بازی با هم دیگه میریم، یه گیم پلی میریم با هم دیگه، از کال آف بگیر تا بازی های داستانی، سوروایول و غیره بازی ها، خلاصه و بازی های درخواستی شما. خلاصه هر بازی رو میریم و ویدیوشو میزنیم، البته اگر جالب باشه ویدیو، یعنی بازی خوب و جالبی باشه که بشه رفت و آقا حال کنیم. و در کنار بازی ما ویدیوهای چالشی مثل ولاگ، مثلا تست خوراکی خارجی، نمیدونم خیلی کارهای دیگه ما قراره تو این کانال بکنیم. و دوستان من خودم چند وقت پیش، یعنی تا چند وقت پیش من ویدیویی نذاشتم داخل این یوتیوبم و فقط چند تا ویدیو شورتس ویدیو گذاشته بودم که اونم میذارم بمونه و خیلی ایده ها اونجا بود. مثل اینکه من یه دونه یادم اومد که یه دونه زمین فوتبال بود که قرار بود شما مخاطبا رو بیارم داخلش، که خیلی هم آوردم، ولی خب الان قرار دوباره از اول اونو شروع کنیم و به آره دیگه خلاصه برنده بشید. من میتونم عکستون و مثلا میگم آقا ایشون برنده مثلا میگم مسابقه شد و اینجور حرفا، خلاصه عکس و کانالتون و اینجور حرفا میذارم که هم بیان از شما حمایت بشه و دیده بشید. خلاصه من توی این کانال تلاشم اینه که آقا هرچی واسه سرگرمی و بچه من اومدم و واسه درآمد اینجور حرفا من نیومدم. من بیشتر دوست دارم محبوب بشم و بقیه رو سرگرم کنم تا اینکه بخوام پولی و در بیارم و اینجور حرفا. هدف من اصلا پول نیست و میگم اگه خب منم تو یوتیوب به درآمدی برسم خب چه بهتر، ولی خب هدف اصلی من محبوبیته. یعنی زیاد درآمد واسم اهمیتی داره ها، ولی خب مثل محبوبیت هدف اصلی من نیست و من میخوام در مرحله اول امیدوارم که بتونیم به 100 تایی برسیم داخل تا 2 ماه دیگه، حداقل بتونیم به 100 تایی برسیم و به یه جایی برسیم و خلاصه شما عزیزان دل از من حمایت کنین و منم واسهتون کلی ویدیو خفن بذارم. و آره دوستان اینم بود از این ویدیو. اینم ویدیو اول چنل من، اینم به فیس و اینجور حرفا نیاز نباشه من دیگه برم فیس ریویل و اینجور حرفا کنم، خودمون صورت مرتون نشون بدم. اینم دیگه فضای اتاق منه دیگه، همینی که هست. به زودی اصلا بعدش هم بچه‌ها میخوایم یه کاری کنیم که مثلا میبینیم دیوار خالیه، مثلا قراره با هم دیگه ویدیوها رو تک به تک همراه با شما و اصلا ایده های جالبمون میاریم داخل اتاقم اجرا میکنم. مثلا میگه آقا مثلا اونجا یه تابلو دلخواه بخر، مثلا یه تابلو گیمینگ بگیر، مثلا انیمه ای چیزی بگیر بچسبون اونجا. من مثلا خوشم بیاد یا چیز خفنی باشه، ایده باحالی باشه، اونو میارم کامنتشو میذارم اون بالا و اون ایده رو حتما اجرا میکنیم. خلاصه دمتون گرم. لایک، ساب، کامنت و اینجور حرفا اصلا یادتون نره. امیدوارم که بتونم در کنار شما به جای بالایی برسم. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.